صبر قسم 2 مؤلف و کارگردان خیرالله بردیف. من دیگر طاقت ندارم فاطمه. من دیگر مونده شدم. فاطمه میفهمی؟ مثل آدمی که در مابین سه آتش موندم. یک طرف تو، یک طرف خواهرم، یک طرف مادرم. اگر طرفی تو شم خواهر مرا بی‌ناموس میگه. اگر طرفی خواهرم شم تو میشکنی. میدونی؟ اگر با همه کارهای شما چشم پوشم مادرم میسوزه. نمیدونم چیکار کنم. میفهمی؟ همش رو میفهمم. من میدونم دل تو پاره پاره است. من نمیخوام که سبب جنگ و جنجال شما شوم. من نمیخوام که تو با خواهرت جنگ و جنجال کنی، مادرت عذاب کشد. ولی من هم آدمم، دل دارم. هر روز تحقیر شنیدن آسان نیست. من همش رو میبینم، میفهمم. هر وقتی که وی به خانه بیاید حتما جنگ و جنجال سر میشود. من همش رو میدونم. من چیکار کنم؟ با کی نگاه کنم؟ میدونی هر یک کدامشون پاره از جون من هستی. من نمیخوام یکی رو انتخاب کنم دیگری رو از دست میدم. عمر، من هر شب دعا میکنم که خانه آرام باشد. من برای تو صبر میکنم، لیکن این صبر روزی تمام میشود. التماس رفته به خواهرت بگو که من دشمن شما نیستم. و مادرت هم بگو که من عصبی شدم. مادرت عذاب میکشد عمر. من میفهم. راست گفتن آسان نیست فاطمه. من میترسم با یک کلمه گپ همه چی ویران میشه. حقیقت اول میسوزانند ولی بعد شفا میدهند. مادرت از راستی بیشتر آرام میشود، نه از خاموشی تلخ. من میشکنم، مادرت میسوزد. خواهرت باشد روز تا روز بدتر میشود و آرام نمیشود. خاموشی تو ما را نجات نمیدهد. خدایا با من قوت ده. قوت از آسمان می آید، اما اول قدم تو لازم است. بس کن دخترم. تو حق نداری اکت را به ناموس کنی. هرچی نباشد اکت. اوچه؟ چی خدا دوی بود؟ همه همسایه شنیدن اخی. اکم کی را میگفت که خونه برو برا؟ مرو ای پشتی زنی میمون نشیده از خونه پیش کرد. بس کن دخترم. اکت را به ناموس گفتن این کاری خوب نیست. تو حق نداری که اکت را به ناموس گویی. هرچند نباشد وای کلانی خانه است، اکت است. اگر کلانی خانه رو به احترامی کنی خانه ویران می شود. زبانت رو نگاه دار. اگر اکت خطا کند هم تو حق نداری که وی را تحقیر کنی. آخه روچه جان میدونین اوچه اکم ینگم دانن که این خانه من. این خانه در نام منه. همین من بیزار شدم این خانه در ای داد و وای جنگ. من نمیدونم این خانه در ای بی کیه. روان خانه گیرن بعد کسی را که میخوان گپ زنن. دلیر این سخنهایت سنگینه. با این کلمه میتوانی اکت رو شکنی.
هرچند نباشد وای کلان خانه است. مهینه تو هم حق نداری اکت رو به ناموس گویی. دلیر آتش نگیر. من نمیخواهم دشمنی همدیگر باشی. چی گفتی خواهرم؟ چقدر تو جرأت کردی؟ اکد رو به ناموس گفتی؟ چقدر جرأت میکنم من حقیقت رو گفتم. تو اگر که اکا میبودی پشتی خواهرت میایستادی، اما برعکس تو پشتیبانی زنت هستی. تو اسیر زنت شده ای. من اسیر کسی نیستم. من از پشت حقیقتم. اگر زنم ناحق باشد من خودم مقابلش میبرایم، نه که وای حق باشد. چی من او رو پشتیبانی نکنم؟ چیزی گفتی کجدم تگی بریا همش تو هستی. برای خونم برو دف شو، برو دف شو. بس کنید اونچه تا آنه که من در اینجا هستم او به هیچ کجا نمیروم. خدایا این کلمه ها دردی کارد را دارن. دل من را شکستی. خواهرم تو گفتی که من بیناموسم. همین یک کلمه قلبم را پاره کرد. من همش را تاب آوردم. همه گپ را شنیدم، ولی همین را نمیتوانم فراموش کنم. من خاموش ماندم تا خانه ویران نشود، ولی نمیدانم که من درون خودم میسوزم. خدایا دلم پاره شد. من همش رو دوست می‌دارم. مادرم که جانی من است، خواهرم که پاره جیگری من است و زنم آرزوی زندگی من است. ولی چرا میان آنها صلح نیست؟ چرا همیشه جنگ؟ خدایا من نمیخواهم خواهرم را دشمن بینم. او پارچه جگری من است، ولی نمیدانم چرا با من دشمنی میکنه. خدایا صلح از همه مهم است. با او عقل ده، با او مهر ده تا آدم شود. با او رحم کن، با دلش مهر ده تا روز فهمد که من برادرشم. دشمنیو نه. گنگا تو چی با خواری مسواز نمیگیری؟ هر وقتی به خونه میآید او را گریان بریان میکنی. گوش که ای دستی ترا کو او چم کسلیش دیگه فهمیدی انگا؟ دلیر جان من خواهرت رو خواهر میدونم. من وی رو چشم دیدن ندارم نمیگویم، ولی هر باره که می آید نمیدونم از چی باشد از من دشمن میسازد. من خاموش میشوم که تو آتش کلانتر نشود. تو خاموش میشی؟ همین تو خاموش میشی؟ همین تو نمی خونه رو به جنگ کشیدی. همین تو اوچما کسلی کردی. همین تو اکما در نزد خانگی به قدر به منزلت کردی. فهمیدی؟ این خانه مای. من قدر اکت را پس نکردم. او تکیه و افتخاری من است. من هم اشک مادرت رو دیدم، هم علم خواهرت رو شنیدم. من جنگ نمیخوام دلیر.
من همیشه خاموش بودم، صبر میکردم تا خانه ویران نشود. اگر من هم آواز بلند میکردم امروز این خانه وجود نداشت. این خانه مای، فهمیدی؟ خانه مای، به نام مای. کدوم میره که میفوره خودش برآمده رفتن گیره، فهمیدی مرا؟ اوچه من دیگه به این خونه نمیام. اکای خودم گفت که رفت دفت شده این خونه. دیگه سیده مرا نگیرین. اوچه دخترم آوازت رو پس کن. من همش رو شنیدم. اول بگو که تو خودت و برادرت چی گفتی؟ ها؟ چی گفتم؟ حقیقت گفتم. گفتم که تو یک بیناموسی، پشتی خواهرت نمیگیری، همیشه در پشتی زنتی. انا همین کلمه اکت کشت. دخترم یک کلمه میتواند دل آدم را کشاید، یک کلمه میتواند دل آدم را شکند. خو این خانه پدر و مادر برای همتان کشاده. خانه پدر همه فرزندان را جا میدهد، اما فرزندان باید آن را با محبت نگه دارند. جنگ کردن، ضد یکدیگر بودن خانه پدر را ویران میکند. ما خدمت تنها حس میکنم. اوچه من فکر میکنم که دیگه هیچ کمر داری حبلی نمیخواهم. چرا چنین میگویی؟ تو دختری من هستی. لیکن دوست داشتن معنای آن را ندارد که هر گپت را حق شمارم. من حقیقت را میگویم. سوز و درد را محبت شفا میدهد، نه کینه و دشمنی. سخنت نرم میبود در این خانه جنگ نمیشد. خوب نشد کار امروزه. شما نباید برو از خونه میگفتید. حاضر خواهرت از یک گپ 100 چیز ساخته استاده است. سلامتی مادرتان رو تماما فکر نمی کند. فشارش زود بلند می شود. و جای آنکه دلش رو تسکین دهد برعکس آتش انداخته استاده است. فاطمه خودت شنیدی که مرا بیناموس گفت. دیگر خودم را داشته نتوانستم. گرچند که در پیش مادرم میگفت اکم زن کلام با گپی زنش میکنه. من میدونم عمر، من هم آن گپ ها رو شنیدم، لیکن تو باید خاموش میستادی. حاضر باشد همه میگویند که به خاطر من خواهرش رو از خونه راند. مادر بیچاره در میان مانده است، نمیداند طرف کی را گیرد. مادر است. مادر هیچگاه فرزندانش را جدا نمیکنه. من میدونم که آچه مرا میفهمم، لیکن من خود پشیمانم. پس التماس خیزید روید نزد مادرتان. با مادرتان بگویید که عصبی شدم، خودم را داشته نتوانستم، بخشش. همین کلمه دلش را آرام میکنند. همه این جنگ را به سر من میاندازند. فکر میکنند که من جنگ میاندازم. تو خودت خوب میدانی که من تنها محبت میخواهم میانی خانواده. خیزید خیزید. چه بگی؟ چه خوب خنک شد بگی؟ اینه بچم سرم درد داره، نفس تنگی کده ایستاده. نباشه گوش کن چه از میرم این مخازه یکم شیرین یکم چیزی ملایم میگیریم میرم یکی اشتیاتون کشوده میشه. اینه بچم در کار نیسته. چه من میدونم خیلی کن بچم همون ینگه تگوی دورو همه بیاره. مالو چازی الله ینگه دوروی چه همه بر دورو شب خیره. بسم الله. آچه جان التماس بسیار فکر نکنید. من نمیخوام شما را در این حال ببینم. خلا جان اما دلوان همش از پشت همین زنت است. همه تو را پاک میبینن مرا بر. همیشه حکمه پشتی تای، نه اینکه پشتی ما. بس کن مهینه. من از پشتی هیچ کس نیستم.
من از پشت حقیقتم. اگر تو حق باشه من با تو هم. اگر فاطمه حق باشد با او هم. من از پشت حقیقتم خواهر جان. من میان شما دیوار گذاشتنی نیستم. همیشه حقیقت بر ضرری من میبراید. همیشه من گناهگار. حقیقت همین است. حقیقت را باید تحمل کنید. من نمیخواهم که فرزندانم در زنده بودن من یکدیگر را خورند. همین که من مردم بعد جنگ جنجال کنید. اگر اینو فهمی و تکرار شدن گیره مادر از غم میمیرد نه از بیماری. همین خیلی است. حقیقت را قبول کنید و یکدیگر را دوست دارید. من دیگر نمیخواهم پیش چشمان فرزندانم یکدیگر را خورم تا نفس دارم. جداگی نمیخواهم در این خانه. بچه جان بس کنه. حال با فشار کن بلند میشه. ایچه جان بس خوبه. بچه جان بس کنه. چه موز بس کنه. بس کنه بچه جان. منو چی جان؟ نمیخورم. بازی فشارتون بلند میشه بچه جان. چی موز؟ جانم شبه. چی جان بس کنه. یه بار زنگ زدی پس این بی ناموسی چیته. کی جان این ایشمگی؟ این شایع دمرو ما وایش گرفتی؟ آها نه کی جان گوش کن همون نام یکم دبل اسمش همون نویسنش که بعد باید میشه حالش میکنه من رامان دیزدی حرومای میگن یکی بو میگن که اگر اویلایی بخی حلوله حلوله کلش باشه حرکت که ساموسه ده بیو بیا کامرمان چند شی؟ ساموسه 5 مکن چند تا بگیر مکن 4 دونه بگیر بیستا 4 تا کن حرکت کن پوسمی مایده نداری اکا من مایده ندارم خودت نداری همش پولی مایده اکا پولی کلون برای مایده که بیا پس بیز مگازین برام خواهی
اکا مغازین در میدان نداشته کروچی میدان نفتی نه نیفتم اکا ما بگی سامسون دا کیف پرونیده ما بوی سامسون زده که نمیگیری سامسون ما اکا حواس کردیم که سامسون بوی سامسون گران شده که گاب نیست اکا حقیقت بشم اکای داله تو در کجا میگردی؟ تو در اینجا برمادی؟ خیلی نیم پشتی کارو برد تو چی با تلفن تا یه بار نمیبرداری؟ 3 ماه متر میکنیم تو جوره آدم بیکارن دیگه تلفن خیلی کار میگیریم ما پشتی کار برمونیم خیلی پولا گرفتی گفتی 3 روز پس میارم 3 ماه شد اکا زنگ میزنیم تلفن تا نمیبرداری ما باید کردیت بانک بسپارم پولا گرفتی 3 روز پس گفتی نمیاری 3 ماه شد تلفن تا جواب نمیدی ایت پانی با کنه پشتی که همین چور تنگه همسایگا جا کنده نکنی اکا پانی کنه که گفتم دایی یا بچه تو موجه مو رو داریم بخونیم خیلی 3 ماه شد اخواه این پاتی بوزی نزده است اخوی این چک نزده است این نمیشه چک میغلطه فهمیدی من خوب شدیدگیم نمیشه چک میغلطه پول تمیتون هگون پرابلم نیست اکا ما شما را دیگه باور کردن نمیتونم 3 ماه تو یه بار تلفن تا بردار مرا گپ زدین من میدونم که تو ما دا باوری ندارم نه که ما داخل باوری دارم من خوب شدیدگیم این نمیشه من میزنم چک میزنم گوش که مرا خود یا 500 میگه داریم عادته این نمیشه من چک میزنم کو پگاه ساری نم تا نماز بوندور میره انی میرم این نمی ساری نم تا ساعت 6 تا کو بعد این نماز بوندور نم تا میگذارم حال تا 100 فیز میت صغیره چه خیلی هستی دلی آدم گرم میکنی باوری نیست خدا در کداله ای جورا جو نم دلت گرم باشه نم دلی گرم خاطر بده بعد دلی گرم میگیریش انیق آخه میاری پگاه سر انیق میارمش یکی نمی بگه انیق من میبرم ایرب خواب ایرب خواب نه 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 ببین چانسون دوری مرا نپرس همون میگفتگی تا میتومه نه آخه گوش کن نیکی فریب نکنی اکای دلیل که ما پگاه دیگه پلی بانک میسپرم یا دستاس میگه دادن میتونم نه تمام دیگه خود همیشه هم میگیرم اکا شیت گام نیست این همی پگاه سحر ساعت 6 تا پول تا میگیرم چه فهمیدی انیق باورت کنم انیق باشه این آخه به همین راه مسجد میره ساری خطی تمام این همی راه استرچا اکای دلیل هنوز بخلو خیلی گام نیست رحمت ای صغیره دلیو این همی جواب میخوریم سا خیلی میبینیم دا خدا بتاد نمیگه بچه کی ای اوکیا تلفن تا نمیبرداری اکای صبحی خیلی سازی اکا جان تلفن تا چی با نمیبرداری اکا جان بخدا تلفن ما گم کرد نمره را گم کردم اکا اینا خیال میکنی من خونه تر نمیام اکا جان 3 روز گفتی 5000 تا 6 ماه گذشت اکا جان این نمی خدا بزنم که نمیره کو نمی نوای راستی آوردن تو چی مده با اونا گفته سای اکا ما فهمیدم نه ما این نمی بخدا کو با می خطا این خجام کردم چی با اونا گفته سای مادر ها یادتون بخدا جام کردم با نام خدا جام کردم تو ایزو نمیکشی بچه کلون ایزو نمیکشی پدر مادر در از خود کردم اکا نامتون صفت من تو همه اخیری مرا اکا جون گوش کن اخیری مونه فهمیدی تو اخیری روزا اگر تیار نکردی کو تو میدونی ما کیمه فهمیدی مرا دیگه تمام دیگه مرا دروغ نگو مالکا الو فردوس جون چخیر سازی جورا تینجی کارو خوبه گوش که جورا همی یک چنک یک هفته یک تگی 5000 سومون در کرای آخی نه نمی پدر مادر مزش گرفتگی برای همی گفتم 5000 چکنی یک هفته پس میتونم
من خجورم نه چی گپ ندارم خب کی پول داشتی بخوام دیگه سبست خیر الله من خیر الله خیر الله جان چی خیلی سوز پنج ماشینایی چی رفته است ای ملادیس گوش کجورا همی ماده یک 5000 در کار یا هفته نه نه خیلی این پدر مادر مزاش نیست نمیره یک توبت در کار برای همون اوکی کم نه کم ای پشتی کروش ای خبم نداری ها که پل داشتی